هلو، من همین الان از خواب بیدار شدم. پاشیم با هم یه دونه یه صبحانه ریژیمی درست کنیم. من اومدم. خب الان به شما هم نشون میدم لوازم صبحانه چی است که آماده کنید و بریم با هم یه صبحانه سوپر هلتی درست کنیم. بیا بریم. این مواد لازم برای یه نفره، یعنی من اندازه یه نفر دارم درست میکنم. تقریبا 4 تا قاشق جو 2 سرپرک میریزیم. 4. خب بعد هر کم حالا نسبت به اون مقدار پروتئینی که باید بهش برسه سفیده اضافه میکنه. کل تخم که دیگه برای کالری که باید به بدنتون برسه. من خودم معمولاً نسبت به حالا وزن و قد و هدفی که دارم، مقدار پروتئینی که تو صبحانه میتونم بخورم و دیگه بیشتر از این تحملشو ندارم، 3 تا سفیده میندازم و یه دونه زرده. بعد میام چیکار میکنم؟ اینا رو با هم با چنگال بلند میکنم. اگه از این بلندر کوچولوها دارید که راحت میتونید بلند کنید، از اونا استفاده کنید. مواد که دیگه تقریبا یه دست شد، میام یک کوچولو از این شیرین کننده های مصنوعی میریزم. کلا مصرف زیاد اینا هم خوب نیست، ولی خب چون شکر نیست من خودم حس بهتری دارم بهش. دیوانه میشم، شکر بخورم دیوانه میشم. دیدین مواد پنکیکمون آماده است. اون موزی هم که میبینید بعدش با عسل روی پنکیک میخوام بذارم. بریم. میایم تابه‌ای که با روغن زیتون کفش آغشته شده رو میذاریم روی حرارتش هم که زیاد نباشه اولش، که یه دفعه نسوزه روغن زیتونمون. یه کوچولو میذاریم کف تابه داغ شه. کف تابمون که داغ شد، بعد میایم با قاشق حالت این شکلی گرد همون لحظه حالتش میدید. خب چون تابه داغه همون موقع با حالتش بدین. اینجوری پنکیکامون رو درست میکنیم. وقتی که روش دون شد میتونید برش گردونید. من در کفگیری که صاف باشه کفش خیلی بهتره، ولی من الان ندارم، پس اینجوری برشون میگردونم. بازم اگه یکم حالا یه حالت طلایی تر شه بهتر. اینا رو که به همین شکل آماده کردیم، دوباره بعدی ها رو میریزیم تا لایه لایه اینا آماده شه. یه دونه هم میخوام پنکیک کوچولو درست کنم. یادتونه بچه بودیم مامانامون یه دونه کتلت کوچولو یا یه کوکو سیب زمینی کوچولو برامون درست میکردن؟ اینم کوچولوش. نمیدونم چرا نور خونه کم شد. وقتشه که از
اینا کره بادوم زمینی و عسل. میام حالا چیکار میکنم؟ من حالا این برند رو 100% بهتون پیشنهاد نمی کنم، خودتون نگاه کنید. من معمولا میخوام کره بادوم زمینی بردارم، نگاه میکنم که شکرش خیلی پایین باشه یا ترجیحاً ارگانیک باشه، که حالا من نتونستم ارگانیکش رو الان تهیه کنم، ولی با شکر پایین انتخاب کردم. و بریم سراغ پنکیکام. میام یه لایه کره بادوم زمینی میزنم، بیا دیگه یه کوچولو عسل. میرم سراغ لایه بعدی. دستمو شستم. آره لرزش دست عادیه. حالا میتونید لابلاش موزم بذارید، ولی دیگه چون خیلی مرتفع میشه من نمیذارم. و لایه آخر رو به زیرش میزنم، به روشم برای دیزاینشون. برای دیزاین خاصی هم نمیشه کرد، اینجوری میزنم. این کوچولو رو نمیذارم، میخوام جایزه خودم باشه. خب بریم عسل، یه آرت بزرگتر. حالا موزامو میذارم روش بزرگ، کوچیک‌تر انتخاب کنم. خوردم بهش. دوباره عسل. یس. یه اینم بنویسم اینجا. خیلی عالی شد. اصلا اینو نگاه تو رو خدا. جایزه خودم رو بذارم روش یا چی؟ خوشگل میشه؟ بعدم نشد. اینم پنکیک رژیمی ما. بذارید بیام خوب نشونتون بدم. معلوم نمیشه. یه کافی آب پرتقالی چیزی هم برای خودتون آماده کنید و برید پنکیکتون رو نوش جان کنید. لایک و سابسکرایب اگه خوشتون اومد و دوست داشتین فراموش نشه که بازم از این ویدیوها بذاریم.